سیما من هر کاری میکنم فرق این نیشت و کاین رو نمیفهمم. ای بابا من که 1000 بار برات توضیح دادم، برای بار آخر توضیح میدم. بیا. خب کاین یعنی هیچ، ندارم، نیست، که برای اسامی استفاده میشه. وقتی چیزی اسم باشه و بخوای اون چیز رو بگی وجود نداره یا اون رو نداری، در کل میخوای اون اسم رو منفی بکنی، از کاین استفاده میکنی. بیا مثالا رو ببین. Ich habe kein Auto. Er trinkt keinen Kaffee. Wir haben keine Zeit. Er hat kein Geld. Sie ist keine Deutsche. ببین همه کلمات قرمز رنگ اسامی هستن. همانطور که برای معرفی یک اسم، تعریف یک اسم از ein استفاده میکنیم، برای منفی کردن اسامی هم از kein استفاده میکنیم. nicht یعنی نه، نیست، که برای فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها استفاده میشه. وقتی میخوای کاری، حالتی، ویژگی یا فعلی رو منفی کنی، از nicht استفاده میکنی. بیا مثال‌ها رو ببین. Ich bin nicht müde. Er arbeitet nicht heute. Das ist nicht schön. Ich gehe nicht zur Arbeit. Ich bin nicht hungrig. که اینجا تمام کلمات قرمز رنگ یا صفت ها هستن یا افعال یا یک حالت. خب حالا فهمیدی؟ بله. خیلی هم عالی. interessieren.